بسم الله الرحمن الرحیم. بنده محمد رضا جهانبگلری، دکترای اقتصاد، فعال حوزه اقتصادی و سرمایه گذاری هستم. از اول انتخابات تا دیروز به عنوان دبیر ستاد اصولگرایان و اعتدالیون آقای دکتر پزشکیان فعالیت می‌کردم، ولی دیروز صبح به دلیل حضور برخی افراد ناکارآمد دولت آقای روحانی در ستاد آقای پزشکیان و حلقه ایشون استعفا کردم که این استعفا چندین مورد تکذیب شد، ولی استعفای من درست است و خبرگزاری ها این رو منتشر کردن. و با توجه به اینکه بررسی کردم برنامه های آقای دکتر جلیلی رو و تیم تخصصی که کنار ایشون هست، به این نتیجه رسیدم که آقای دکتر جلیلی میتواند فردی اصلح برای جمهور 14 باشد و کشور رو به دست ایشون بسپاریم برای حفظ کشورمون، بهبود فضای کسب و کار و بهبود فضای سرمایه گذاری. در نتیجه من به آقای دکتر جلیلی رأی خواهم داد.